بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما هموطنان عزیز. خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهایمان. اگر تا حال کانال ما را سابسکرایب نکرده پس لطف نموده کانال ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فشار بدین تا در اسرع وقت ویدیوهایمان در دسترس شما هموطنان عزیز قرار بگیره. امیدوار هستم که از ویدیوهای قبلی هم لذت برده باشید. میریم به سراغ ویدیوی امروزمان. به سلسله معرفی بازیکنان و تیم‌های افغانستان خواستیم راجع به بهترین بازیکن فعلی لیگ یک فدراسیون فوتبال کابل صحبت بکنیم. این بازیکن جز مجیب امیری کسی دیگری نیست. مجیب امیری که مهاجم قهار و گلزن تیم فوتبال گلرنگ هست، پای تخصصیش راست هست، توانسته با بازی های دلنواز و چشمگیرش تیم فوتبال گلرنگ را قهرمان یک فدراسیون فوتبال کابل بسازه و این تیم راه یافت به دور مقدماتی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان. آقای مجیب امیری با تیم‌های مختلف بازی کرده، قهرمانی‌ها و دستاوردهای مختلف داره که از جمله میتونیم با تیم‌های استقلال بدخشان بازی کرده، با تیم منتخبه بدخشان بازی کرده، با تیم موجهای آمو بازی کرده در لیگ روشن، همچنان با تیم عقابان هندوکش در لیگ روشن بازی کرده است و فعلا هم بازیکن و مهاجم تیم فوتبال گلرنگ است که گفتم بر شما قبلا که با این تیم به قهرمانی رسیده. دستاوردهای این بازیکن میتونیم بگیم که بهترین بازیکن فعلی لیگ یک فدراسیون فوتبال کابل، دو بار هم آقای گلی همین لیگ را به دست آورده و قهرمانی با تیم منتخب بدخشان به دست آورده، قهرمانی با تیم فوتبال جوانان اردو به دست آورده و فعلا هم قهرمانی با تیم فوتبال گلرنگ به دست آورده است و در کل یک بازیکن تاثیرگذار افغانستان هست. امیدوار هستم که این بازیکن بتونه موفقیت‌های چشمگیر و بیشتر داشته باشه و بتونه به تیم ملی افغانستان هم راه بیافته و بهترین بازی‌های خودش برای تیم ملی فوتبال افغانستان هم انجام بده. در کل اگر یک جمع‌بندی بکنیم، مجیب امیری یک مهاجم هست، پای تخصصیش راست هست، بهترین بازیکن فعلی لیگ یک فدراسیون فوتبال کابل هست و قهرمانی هایش یا دستاوردهایش دو بار آقای گلی همین لیگ کابل را به دست آورده، قهرمانی با تیم منتخب بدخشان، با جوانان اردو و همچنان با تیم گلرنگ و تجربه بازی که بازیکن داره با تیم های موجای آمو و قابان هندوکش، جوانان اردو، منتخب بدخشان، استقلال بدخشان و تیم گلرنگ داره. این بود بیوگرافی مختصری از آقای امیری که تقدیم شما هموطنان عزیز کردیم. امیدوار هستم که خوش شما بیایه و مورد پسند شما آمده باشه. همچنان فراموش نکنید که کانال ما را لایک و سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد و برنامه‌های بعد شما را به خداوند یکتا و مهربان میسپاریم. شب و روز شما خوش. خداوند نگهدارتان.